پیشنهاد همین سوال همین که ما در یک خانه 2 اتاقه زندگی میکنیم. در یک اتاقش یک برادر در مهاجرت هستیم، البته با همسر و با والدان خود صحبت میکند و در زمان صحبت کردنش با همسر خود یکی هم درست رفتار میکند و سخنه بد میگوید. اوید همین برادر رو مثلا در نگاه اسلام یک امر معروف منکر میکرده که آگاه میشدن از این کردار خود که هم دستکشی میکردن. جزاک الله خیرا. با زنشون علاقه تلفنی میکنن و در اونجا حقارت میکنن. بله، دشنامه بینهایت بیزه با همراه در وقت صحبت کردن با همسر خود بینهایت دشنامه بیزه میگویم که مثلا ما در دیگر اتاق هستیم، این چیز میشنویم و در یک دسترخوان تام که میخوردیم ما چند بار این برادر رو مثلا با آرامی با صحبت خوب شخصا من خودم دعوت کردم که کمتر خودداری کنن، چون که زمانی از 1 سال هم زیاد 1.5 سال میشد میستن، اونها هم مثلا به مهر اینا نیاز دارن، شاید از همین سبب باشد بینشون مثلا گفتگوزاراشو خوب نمیشد و غضب میشن، حقارت داشتن میکنن. به هر حساب برادر آگاه نشدن از زبان خود شما. اگر نسبت اون کسیگان از نگاه اسلام یگان امر معروف شاید انشاءالله امیدوارم که از این خصلت خود دست میکشن. یعنی در یک خانه آخر زن و بچه ها در تاجیکستان، خودتون در روسیه، من بارها گفتگیم این کار نادرست است. این خیلی حیات نیست. در کجایی که باشید همسرتون فرزنداتون همراهتون باشد. او فقط در یک مراتبه تا یک حجتای کردن و تا یک جایگیر شدن یک 5 ماه 4 ماه یک بار هیچ گپ نه معذور، لیکن یک عمر این خیلی زندگی نکنید. حرکت کنید و در پیشی زن و با فرزنداتون زندگی کنید. پول و مال اکنام میکنم گفته 1 سال و 1 ماه وقت وام میخورید، این حیات چی میشه؟ اون زنهای هم حق دارد. بعد این ماه رمضان ماهی هست که انسان تربیه میکند برای نگاه داشتن زبانش از سخنهای بد. پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه و این سبه احد او قاتله فلیقل انی صائم. اگر یگان کس همراهی بنده مسلمان جنگ کند، حقارت کند، سخنهای پست و بالا گفت، در جوابش گفت که من روزه‌دار هستم. یعنی من روزه‌دار هستم، این خاطر رسانی به خودش که من روزه‌دار هستم باید این خیلی جواب نگردانم. من روزه‌دار هستم یعنی برای او که من همراهی تو جنگ و جدال کرده نمیتونم. فرض کردیم 30 روز شما غضبتون میبیاد و خودتون رو میدارید. و بعضی هم که حال رمضان گذرد من سن تو که دیگر خیلی گپ بزنم. مقصد همین که رمضان وقتی که ماه من میکند از گفتن سخنی روزم باطل نشود، گفته خودداری میکنید، همین عادت شود. یعنی بعد رمضان هم باید آدم همین اخلاق گیرد. این مدرسه هست. 1 ماه برای ما سحری خستن یاد میدهد، دعا کردن یاد میدهد، خیر کردن یاد میدهد، کم خوردن تعلیم میدهد، نماز خواندن تعلیم میدهد، درس گوش کردن تعلیم میدهد، اخلاق نیک را تعلیم میدهد، تا اینکه بعد رمضان ما همین اخلاق کردیم مانیم. بنابراین حدیث دیگر است که پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه خیرکم لاهله و انا خیرکم لاهلی. بهترین شما اون آدمی که به خانواده‌اش بهترین باشد و من بهترین شما به خانواده‌ام. این بارها گفتیم. یعنی بعضی آدم‌ها زنهاش هم شکایت میکند که شوهرم در کوچه یک آدمی با تقوای صاحب خلقی دستکشای بسیار آدم خوب، در خانه بدترین آدم است. یعنی زن حقارت‌های بی‌زیب و یا نمود حقارت‌های اعوذ بالله بسیار حقارت. برای چی این زنی خودتون نزدیکتون شخصی که به همین شخص خودتون از آتش دوزخ نگاه می‌دارید، مادری فرزندانتون، برای چی اینقدر حقارت و دشنام و تحقیر و ضرب و کوب؟ و برادر به خود آیید، بازگشت به این دینی مقدس اسلام کنید. هر کاری که برای فایدتون همون اجرا کنید. هر کاری که برای نفستون ضرر داره، گناه هست و نکنید. اگه پشیمان میشید هم در این دنیا هم در آخرت.